آقا این نیسانای جدید هست، همش خطای میل بادامک میزنه و چراغچی که ماشین هم روشن میمونه. بیا تا یکی از علتایی که میتونه باعث بشه چراغچیش به خاطر میل بادامک روشن باشه براتون بگم. همین روغن ریزی که در اکثر نیسانا از قسمت در پوش میل بادامک میاد وارد سوکت میل بادامک میشه و ماشین باعث میشه که خطا بگیره. در پوش باز کردیم، سرویسش کردیم، یک چند چسب زیپر میزنیم، چون که اگه چسب دیگه ای بزنیم بازم روغن میده. چسب زیپر جیراییش بهتره. بعد از چسب زدن میبندیم سر جاش. برای باز بستش نیاز داریم بیا آتسار ده یا بوکس ده، به راحتی باز بست میشه. وقتی بستیم میذارین چسب بگیره و ماشین رو روشن کنین، تستش کنین. بعد از اتمام کار ماشین روشنه، چراغچی که به خاطر میل بادامک میومد داخل صفحه دیگه نمیاد بالا.